درود بر شما دوستان عزیز. مقاله‌ای رو چند وقت پیش در توییتر از مجله پادشاهی خوندم که بسیار بسیار زیبا بود. سخنان و ادبیاتی رو که در این مقاله استفاده کرده بودند که از قلب ایران هم می اومد. سخنان و کلمات و ادبیاتی هست که من و امثال من استفاده می کنیم و این مقاله قسمت کوچکیش رو برای شما می خونم. از این قرار هست: چرا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می کنیم؟ شاید برای شما همین سوال باشد که طرفداران رضا پهلوی به چه علت این گونه تمام قد از او حمایت می کنند و در مقابل تخریب‌ها و توهین‌ها مانند سپری انسانی ایستاده و برای به ثمر نشاندن زحمات 38 ساله این مرد از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. چرا ما از رضا پهلوی حمایت می کنیم؟ ما از رضا پهلوی حمایت می کنیم چون 38 سال از زندگی خود را صرف رهایی میهنش کرد. ما از رضا پهلوی حمایت می کنیم چون وقتی که مردم به او و خانواده او پشت کردند، او به مردم و کشورش پشت نکرد. آری هموطن، این همان رضا پهلوی است، مردی که از 18 سالگی تا به الان برای رهایی میهنش تلاش کرده و حتی کوچکترین ادعایی ندارد. او حتی یک بار هم از خودش در مقابل این بی‌حرمتی ها که به خودش و خانواده‌اش می شود واکنش نشان نداده است. پس این اندیشه، مرام و راه رضا پهلوی است که ما عشاقان را گرد یکدیگر جمع کرده است و به همین دلیل است که این بار نخواهیم گذاشت که تاریخ تکرار شود و ما ایرانیان را به قدر ناشناسی بشناسند. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان. جاوید شاه. زنده باد رضا پهلوی، منجی ایران. زنده باد رضا پهلوی، امید ایران. زنده باد رضا پهلوی، شاهنشاه خوبان ایران.